برای اینکه بخوایم یه وی خوب توی عضلات زیر بغلمون درست کنیم، میریم سراغ دستگاه قایقی یا همون روینگ. با توجه به شکل قرارگیری تارهای عضلانی تو عضلات زیر بغل و پشت، باید این عضله رو از قسمت‌های مختلف با گیرش‌های مختلف تمرین بدیم. بریم با همدیگه چند تا حرکت که فشار رو روی قسمت‌های مختلف عضلات پشتمون وارد میکنه رو بررسی کنیم. حرکت رو اجرا کنید به صورت دستباز، کشش سمت سینه. بزن. دقت کنید این حرکت عملاً اشتباه نیست، ولی برای عضلات زیر بغلمون هم کارهای خاصی نداره. چرا؟ چون فشار روی قسمت‌های پشتی سرشونه یا همون دلتوئید پشتی هستش. حالا شما میتونید با تغییر زاویه توی قسمت آرنج نسبت به تنه فشار رو از قسمت بالایی عضلاتتون بندازید روی قسمت پایین عضلات زیر بغلتون. به این صورت که شما میتونید دستاتون رو جمع‌تر و یا گیرش رو به صورت معکوس انجام بدید تا فشار کامل منتقل بشه روی قسمت پایینی عضله پشتی بزرگتون. حالا شما میتونید با تغییر دستگیره دستگاه به دستگیره دوبل این فشار رو کامل منتقل کنید به قسمت پایینی عضلات زیر بغلتون. حرکت رو اجرا کن. به این صورت که ببینید با دستگیره دوبل اجرا میکنید دستا خود به خود آرنج نزدیک میشه به تنه و این فشار منتقل میشه روی قسمت پایینی عضله. توی اجرای این حرکت پس فهمیدیم زمانی که آرنجمون نسبت به تنمون نزدیکتر باشه فشار روی قسمت‌های پایینی عضله و هر چی به نسبت بالاتر و بازتر باشه از پایین منتقل میشه به قسمت‌های بالای عضله پشتمون. حالا میخوام یه حرکت بهت بگم که به یک وی خوب برسی. میتونی این حرکت رو با دستگیره تک اجرا کنی به این صورت که شما وقتی با دستگیره تک اجرا میکنید به خاطر دامنه حرکت کاملتر انقباض بهتری صورت میگیره و میتونی با تغییر توی چرخش مچ این انقباض رو به بیشترین حالت ممکن برسونید. و نکته آخر این که سعی کنید توی تمام حرکات به یک انقباض کامل برسید و از یک ریتم حرکتی خاص استفاده کنید. موفق باشید.